اسلحه وینچستر یک اصطلاح جامع است که مجموعه‌ای از تفنگ‌های تکراری با اهرم تولید شده توسط شرکت بازوهای اسلحه وینچستر را توصیف می‌کنه. اسلحه‌های وینچستر از اسلحه‌های هنری در سال 1860 ساخته شده، جزء اولین تکرار کنندگان بوده و مدل 1873 بسیار موفق بود که توسط سازنده با عنوان اسلحه‌ای که برنده غرب شد به بازار عرضه شد. به کانال مستر تک خیلی خوش اومدید. برنامه امروز دانستنی های وینچستر. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما با خبر بشید. برنامه های قبلی ما رو هم از دست ندید. کامنت های شما برای ما سازنده است. در سال 1848 والتر هانت از نیویورک اختراع خودش رو با عنوان تفنگ مسلسل حالت که شامل یک مجله لوله است ثبت کرد که توسط دو اهرم و پیوندهای پیچیده اداره می شدند. تفنگ هانت آنچه را او توپ موشک نامید شلیک کرد. یک نوع اولیه مهمات بیسیم بود که در اون باروت پودر شده در پایگاه توخالی لوله قرار می گرفت. طراحی هانت شکننده و غیر قابل اجرا بود. اما در سال 1849 لوئیس جنینگز حق ثبت اختراعات هانت رو خریداری کرد و نسخه‌ای رو تولید کرد که اگرچه هنوز هم پیچیده است که تا سال 1852 توسط رابینز و لارنس از ویندزور، ورمونت به تعداد کمی تولید شد. هوراس اسمیت و دانیل وسون از نورویچ، کانکتیکات اختراع ثبت جنینگز را از رابینز و لارنس و همچنین پیشکسوت فروشگاه بنجامین تایلر هنری انجام دادند. اسمیت در طراحی جنینگز پیشرفت‌های زیادی رو ایجاد کرد و در سال 1855 اسمیت و وسون به همراه چند سرمایه‌گذار شرکتی به نام شرکت آتشفشان‌های تکرار شونده آتشفشان تشکیل دادند تا اصطلاح اسمیت از هانت جنینگز تپانچه و تفنگ اهرم آتشفشانی را انجام دهند. بزرگترین سهامدار آن الیور وینچستر بود. برای اسلحه آتشفشانی اسمیت یک بار پرایمر را به توپ موشک هانت اضافه کردند و بدین ترتیب یکی از اولین کاتریج‌های فلزی ثابت را ایجاد کردند که شامل یک لوله آغازگر و پودر در یک واحد خودمختار بود. در حالی که هنوز هم با شرکت اسمیت یک قدم جلوتر رفتند و یک مورد استوانه‌ای مس را برای نگه داشتن لوله و پودر با آستر در حاشیه کیس به اون اضافه کردند. بنابراین یکی از مهمترین اختراعات در تاریخ سلاح گرم کاتریج تفنگ خفیف فلزی را ایجاد کرد. کاتریج اسمیت کوتاه بود و در سال 1857 با نشان برجسته اسمیت و وسن نسخه یک معرفی میشه و امروز هم تولید میشه. اسلحه آتشفشانی موفقیت محدودی داشت که بخشی از اون به طراحی و عملکرد ضعیف کاتریج آتشفشانی ناشی از هانت ناشی می شود. یک توپ مخروطی توخالی پر از پودر سیاه و مهرموم شده توسط یک آغازگر چوب پنبه‌ای اگرچه طراحی تکرار کننده آتشفشانی رو از فناوری رقیب بسیار فراتر می‌دونست، اما قدرت و قابلیت اطمینان رضایت بخش توپ موشکی با کالیبر 25 و 32 و کالیبرهای بزرگتر رقبا مطابقت چندانی نداشت. وسون بلافاصله پس از تشکیل شرکت رو ترک کرده بود و اسمیت 8 ماه بعد نیز دنبال اون رو گرفت تا شرکت اسمیت اند وسون ایجاد بشه. آتشفشان در سال 1856 به نیوهاون نقل مکان کرد، اما تا پایان اون سال ورشکسته شد. الیور وینچستر دارایی شرکت ورشکسته را از سهامداران باقی مونده خریداری کرد و اون رو به عنوان شرکت اسلحه سازی نیو هاون در آوریل 1857 سازماندهی مجدد کرد.
بنیامین هنری به کار خودش با مفهوم کاتریج اسمیت ادامه داد و کاتریج هنری بسیار بزرگتر و قدرتمندتر رو کامل کرد. هنری همچنین برای طراحی مجدد اسلحه برای استفاده از مهمات جدید نظارت داشت و فقط فرم کلی مکانیزم برشک و مجله لوله رو حفظ کرد. این اسلحه هنری در سال 1860 که توسط شرکت اسلحه سازی نیو هاون ساخته شده بود و در تعداد زیادی از واحدهای ارتش اتحادیه در جنگ داخلی امریکا مورد استفاده قرار گرفت. متفقین هنری را این گونه یاد کردند: آن اسلحه یانکی لعنت کردند که یک شنبه بار می کنند و تمام هفته شلیک می کنند. پس از جنگ، الیور وینچستر به شرکت اسلحه سازی نیو هاون به شرکت اسلحه سازی وینچستر تغییر نام داد. این شرکت طراحی اولیه تفنگ هنری رو اصلاح و بهبود بخشید و اولین تفنگ وینچستر رو ایجاد کرد. مدل 1866 این کاتریج 44 هنری رو حفظ کرد و به همین ترتیب بر روی یک قاب آلیاژ برنز ساخته شد و دارای یک مجله بهبود یافته و ساعد چوبی بود. و اما در سال 1873 مدل قاب فولادی معرفی شد که کاتریج محکم‌تر رو در محافظه وسط قرار داده بود. در سال 1876 در تلاش برای رقابت با تفنگ‌های قدرتمند و تک‌تیر، وینچستر مدل 100 ساله را بیرون برد، در حالی که این کاتریج‌های قدرتمندتر رو نسبت به مدل‌های 1866 و 1873 تشکیل می‌دادند. عملکرد پیوند جابجایی برای دوره‌های پرقدرت محبوب مورد استفاده در تفنگ‌های تک شارپ یا رمینگتون به اندازه کافی قوی نبودند. مختصری در مورد داستان وینچستر رو دیدید و شنیدید. مرسی که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید. از شما بسیار سپاسگزاریم. سابسکرایب کانال مستر تک رو فراموش نکنید. لایک و کامنت های سازندتون رو برای ما بذارید. ممنونیم. شب روزگارتون خوش.